دوستان بریم که با هم دیگه این فیله سوخاری عالی و خوشمزه در عین حال ساده و سریع و آماده کنیم. اولین کاری که میکنیم اینه که فیله ها رو ما تمیز میکنیم. به چه صورت؟ به صورتی که قشایی که روی فیله قرار داره و قضروفی که قسمت بالای اون هست رو ازش جدا میکنیم. البته که اول باید حسابی بشوریم فیله ها رو و تمیزش کنیم. بعد از اون نوبت مرینیت کردنه که من فقط و فقط از نمک و پودر سیر خونگی استفاده کردم. کاملا بعد از اینکه فیله ها رو پهنش کردم نمک و پودر سیر زدم. دوستان برای سرخ کردن و سوخاری کردن من فقط و فقط از پودر پانکو استفاده کردم. به هیچ وجه از تخم مرغ و آرد استفاده نکردم و خواستم نشون بدم که هم خیلی خوشمزه میشه به این شکل و میشه، فقط باید ببینین فیکس کنین، یعنی مرغا رو قشنگ با فشار فیکس کنین روی پودر پانکو. و بعد از اون نوبت سرخ کردنه و این باعث میشه که به هیچ وجه روغن شما کف نکنه دوستان. تخم مرغ باعث کف کردن روغنتون میشه، یه خود کار رو سخت میکنه. و به این شکل نوش جونتون.